سلام قاصد فردا، شبت خوش باد و روزت خوش. نوین شای و نایفشا، شبت خوش باد و روزت خوش. ودای رفته شیرین، شبت خوش باد و روزت خوش. درود آینده زیبا، شبت خوش باد و روزت خوش. محبت نامه های من با عنوان بنی آدم در آن بالا بشد امضا. شبت خوش باد و روزت خوش. عرض سلامت و به احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز، هواداران شعر و سخنی والا. بهار یکی از فصلهای زیباترین سال می باشد که در خود بسیار عیدها را آورده است، از قبیل آغاز کشت و کار دهقان، روز مادر، نوروز و دیگر جشنها را با خود آورده است و این هم بزرگی بهار است، زیرا مادرها با بهار توأم، یعنی همرنگ بهار هستند، زیبا هستند، بسیار هم دوست داشتنی هستند. و همین خاطر امروز که ما در عرفه روز مادر، عید مادران قرار داریم، میخواستم تمام مادران تاجیکستان را، تمام دختران تاجیکستان را، تمام زنهای تاجیکستان را بر روز خودشان، بر روز مادر، به عید زنها، به عید مادرها، به عید خواهرها تبریک گفته باشم. همه شما مادران را، همه شما خواهران را، همه شما زنهای عزیز را به روز خودتان، به عید خودتان از صمیم قلب تبریک میکنم. آرزو میکنم همیشه در سر فرزنداتون باشید، همیشه در تربیه فرزنداتون باشید و همیشه باشید و باشید و باشید. به عباره استاد آذرخش، ما مردها میتونیم گاه جنگ کنیم، همدیگر ما نبخشیم، لیکن مادرها همیشه بخشندگی دارند و این بخشندگی هم از خداوند آمده است. یا اینکه به عباره استاد بزرگ صابر، اگر تمام دار و درختان روی دنیا را جمع سازیم، قلم کنیم، تمام برگ ها را ورق نموده، تمام آب ها را رنگ کرده، درباره ستایش مادر زن نویسیم، باز هم کمی میکند. این خود بزرگی شماست. برای شما یک شعر از استاد نصرت الله بابای با نام مادر تقدیم. گر به تو به اعتنایی کرده ام مادر ببخش، یا گه چون و چرای کرده ام مادر ببخش. از سر مستی و نافرمانی ام باره، اگر بر سرت فرمان روایی کرده ام مادر ببخش. بودم ناقدردانت مادر دل آشنا، گر به غمها رهنمایی کردم مادر ببخش. جز گل حسرت نبخشیدم و تو بخشد خدام، جز گل حسرت نبخشیدم و تو بخشد خدام. گاه ار به خدایی کردیم مادر ببخش. بار دیگر عیدتان مبارک مادران عزیز. همه شما را دوست می‌دارم.